عزیزان دل و مادران مهربان، شاید پس از شنیدن این قصه در دل شما مهر و محبت فرزندانتان پیدا شود. روز یک مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای حبیب خدا، می خواهم یک حادثه ای را برایتان نقل کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: مرحمت نقل کن، چه حادثه است؟ این مرد گفت: یک دختر خرد داشتم و این دختری من یک عادت بد داشت که هر کجای به مهمانی می رفتم همراه هم می رفت، یعنی دنبالم به تمام جای می رفت. از خصلت بد این دخترچم ننگ و عار نداشتم و حتی شرم می کردم. روزی به این دخترچم گفتم: ای دختر جان، لباس هایت را پوش، همراه من به خانه یک دوستم به مهمانی می رویم. کودکی بیگناه به سخنان پدرش باور کرده در حال لباس های تازه‌اش را پوشید، زیرا به هر جا رفتن همراه پدرش به نهایت عادت کرده بود و همراه پدرش به مهمانی رفتند. پدرش باشد فرزندش را فریب کرده به یک باغ میوه‌دار او را برد. این دخترچه دورتر از پدرش زیبایی این باغ را تماشا میکرد. پدرش باشد در نزد یک چاه چوکور ایستاده بود. پدرش در همین لحظه دخترچش را فریب کرده گفت: ای دختر جان من، دویده به نزد من بیا، من به تو یک میوگی شیرینی می دهم. دخترکی بیگناه باشد با یک امیدی کلان دویده به نزد پدرش آمد. پدرش باشد دخترچش را فریب کرده از دستش گرفت و در همون چاه چقور پرتافت. وقتی کودک را در چاه پرتافت، از زبان شیرین آن چنین سخنها صدا داد: پدر جان، این چه حالت بود؟ سخن از زبان شیرین آن دخترچه بیگناه برآمده بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این حادثه نقل کرده را از زبان این مرد شنید، به نهایت گریه کرد و گفت: وقتی که آن کودک را در چاه تاریک پرتافتی، پس حال آن دختر چی شد؟ این مرد گفت: وقتی که او را در چاه پرتافتم، ناله و فغان دخترم برآمد. دیگر نمیدانم که حال وی چی شد. دوستان عزیز، در دوره پیش از اسلام هر کسی که دختردار میشد، مردم او را طعنه میکردند که چرا تو پسردار نشدی اما دختردار شدی. برای همین مردم دوره جاهلیت، یعنی پیش از اسلام، دخترانشان را زنده زیر خاک میکردند و یا با دستان خود میکشتند و یا در چاه‌های چقور میپرتافتند. صد افسوس که امروز بعضی جوانان ما هم اگر زنشان دختر تولد کند پس غمگین میشوند و حتی جوانان هستند که زنهایشان را طلاق میدهند. چرا به قدر نعمت الهی نمیرسیم؟ خداوند قدرت دارد که اگر خواهد ما و شما را تماما فرزند نمیدهد، اما باز ما شکر خدا را نکرده ناسپاسی میکنیم. خداوند در قرآن در سوره تکویر میفرماید که آن مردانی که فرزندان خود را با دست خود کشتند، روز قیامت پروردگار از این کودک ها نمیپرسد، بلکه از آن پدرهای بیرحمشان میپرسد که چرا کودکان بیگناهت را در دنیا به قتل رسانیدید و آنها را جزای سخت میدهد.
پس دوستان عزیز، هیچگاه از پسر و یا از دختر روی نگردانید، زیرا اگر دختر شما با آداب و با عفت شود، پس نام شما را به نیکی بلند می‌بردارد. بعضی عائله های هستند که پسرانشان را تربیه خوب اسلامی نمی‌دهند، پس در آینده زیناکار، دزد، فریبگر، آدمکش و خصلت‌های بد را می‌آموزند. پس از این گونه پسران راهزن هزارها بار دختر بناموس بهتر است. حتی در حدیث‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که هر کسی که فرزند اولش دختر تولد می شود، پس پدر و مادر آن طفل خوشبخت‌ترین انسانند.